به اداره پایگاه خبری بامداد از اسفره ویدیو ماشین یوری تاجیلی رو که شب 27 ینور در جریان مناقشه مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان هدف حمله قرار گرفت فرستادند. در ویدیو دیده می شود که بر اثر ضربه گلوله شیشه های ماشین شکسته ریختند و داخل ماشین هم به هم زده شده کرسی راننده خراب گردیده است و در آن ایزی خون دیده می شود. مرکز مطبوعات سرریاست قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خبر داد که شریپوف عبداللطیف رفیعیویچ سال تولدش 1964 راننده شعبه یوری اولیه طبی بیمارخانه شهر اسفره هنگام نجات شهروندان ملکی در دهه خوجه اعلی ضمن ضربه گلوله مینامیوت جانب قرقیزستان به هلاکت رسید. تفصیلات دیگر این حادثه دسترس نیست. به اطلاع مرزبانان تاجیک در جریان درگیری‌های مسلحانه شب 27 ینور در مرز تاجیکستان با قرقیزستان از جانب تاجیکستان 2 نفر ملکی کشته و 10 نفر زخمی گردیدند که از این زخمیان 6 نفر نظامی و 4 نفر ساکنان ملکی می باشند. نفر دوم کشته شده از طرف تاجیکستان تویچیف آبیجان سال تولدش 1986 ساکن دهه خوجه اعلی است که گفته می شود در روی اولی خودش بر اثر رسیدن تیر مینامیوت نظامیان قرقیز به هلاکت رسید. قبلا یک مقام ساحه تندرستی اسفره از انتقال 17 زخمی تنها به بیمارستان مرکزی این شهر خبر داده بود. گفته می شود 2 کارمند شهرداری اسفره حقوقشناس نیکروز حاجی و مدیر شعبه تشکیلی شفیعیان اسکندر نیز جراحت برداشتند. بنا به خبرها شفیعیان از پای راستش تیر خورده است. کمچبیک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفت در مناقشه اخیر در مرز بادکند و اسفره از جانب اهالی و حربیان قرقیز کسی کشته نشده است. او گفت از طرف قرقیزستان 11 نفر از حربیان تیر خوردند. در نتیجه مذاکرات شب گذشته طرفها در مورد آتش بس، بیرون کشیدن نیروهای علاوگی و کشودن راهها به توافق رسیدند. هر دو طرف میگویند در حال حاضر وضع در مرز تاجیکستان با قرقیزستان معتدل بوده تحت نظارت قرار دارد.